غرش شیران ایران در اولسان، سلام بر جام جهانی. ورزشگاه مملو از تماشاگر اولسان. 44,000 کره‌ای با لباس‌های قرمز برای حمایت از ملی پوشانشون به ورزشگاه اومده بودند. البته تیم کشورمون هم تنها نبود، 1-2 نفر از ایرانی‌ها خودشون رو به ورزشگاه رسونده بودن و تیم ملی رو تشویق می‌کردن. نیمه نخست کره‌ای‌ها با توجه به اینکه در زمین خودشون بازی می‌کردن بر توپ و میدون مسلط شدن، اما تیم کشورمون به خوبی فشار حملات حریف رو خنثی کرد. نیمه نخست در حالی به پایان رسید که ملی پوشان فوتبال ایران چندان فرصت بازیسازی پیدا نکردند و موفق نشدند خطری روی دروازه میزبان به وجود بیارند، اما نتیجه دلخواه حاصل شد. نیمه دوم رو کره‌ای‌ها آغاز کردند و همچون نیمه اول برتری با میزبان بود، اما لحظه سرنوشت ساز این دیدار فرا رسید. دقیقه 60 رضا قوچان نژاد از یک لحظه غفلت مدافع کره نهایت استفاده رو کرد و تیر خلاص رو شلیک کرد. کره‌ای‌ها که نمیتونستن باخت مقابل ایران در کشور خودشون رو هضم کنن، فشار حملات رو بیشتر کردن. بهترین فرصت برای جبران گل دقیقه 76 برای میزبان به وجود اومد، اما مدافعان و دروازه‌بان تیم ملی کشورمون با رشادت هرچه تمام‌تر دروازه رو بسته نگه داشتند. هرچه بازی رو به پایان میرفت، اضطراب و هیجان ملی پوشان کشورمون بیشتر میشد، اما اونها به خوبی حریف سرسخت خودشون رو مهار و بازی رو منطقی اداره کردند و سرانجام پس از سپری شدن 4 دقیقه وقت اضافه، داور چینی سوت پایان بازی رو به صدا در آورد تا تیم کشورمون هم با اقتدار به جام جهانی راه پیدا کنه و هم جواب دندون شکنی به کریخونی سرمربی کره‌ای ها بده. برد تیم ملی کشورمون مقابل کره جنوبی در اولسان رویای ازبک ها رو هم برباد داد و گل های اونا رو مقابل قطر پرپر کرد. ازبک ها در تاشکند اگرچه نیمه نخست 1-0 از قطر عقب افتادند، اما در نهایت 5-1 به پیروزی رسیدند. این برد پرگل هم کمکی به صعود مستقیم اونها به جام جهانی نکرد و اونها باید شانس خودشون رو در بازی های حذفی امتحان کنند.